سلام همه ورزش دوستان. امروز میخوایم با هم یه سفر هیجان انگیز به دنیای میلیاردرهای ورزش بریم. میخوایم ببینیم کدوم ورزشکارا نه تنها تو زمین بازی بلکه تو دنیای تجارت هم حرف اولو میزنن. شماره 10 دنی گرینر ستاره بسکتبال زن آمریکا با وجود اینکه یکی از بهترین بازیکنان زن NBA هست، به خاطر اتفاقاتی که براش افتاد متاسفانه کمتر توی اخبار ورزشی میبینیمش، اما اون همچنان یکی از پردرآمدترین ورزشکاران زن جهانه. شماره 9 کوبی برایانت اسطوره بسکتبال لیکرز حتی بعد از مرگش همچنان یکی از تاثیرگذارترین و ثروتمندترین ورزشکارای دنیاست. سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و قراردادهای تبلیغاتی کلان ثروت اونو به شدت افزایش داده. شماره 8 وینس مکماهون رئیس WWE با ساختن یه امپراتوری سرگرمی نه تنها خودش بلکه خیلی از ستاره‌های کشتیکج رو هم به ثروت رسونده. شماره 7 فلوید میوودر بوکسور آمریکایی با سبک مبارزه دفاعی و هوش بالای تاکتیکی نه تنها حریفانش رو شکست داد بلکه به یکی از ثروتمندترین بوکسورهای تاریخ هم تبدیل شد. شماره 6 راجر فدرر تنیسور سوئیسی با بازی زیبا و اخلاق حرفه‌ایش سالهاست که یکی از محبوب ترین ورزشکاران دنیاه. قراردادهای تبلیغاتی کلان و سرمایه‌گذاری‌های موفق اون رو به یکی از ثروتمندترین تنیسورهای تاریخ تبدیل کرده. شماره 5 لیونل مسی ستاره آرژانتینی فوتبال با دریبل‌های تماشایی و گل‌های دیدنی خودش نه تنها قلب میلیون‌ها هوادار رو به دست آورده بلکه به یکی از پردرآمدترین فوتبالیست‌های تاریخ فوتبال هم تبدیل شده. شماره 4 کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال با قدرت بدنی بالا و گلزنی‌های فوق‌العاده‌اش رقیب اصلی لیونل مسی برای عنوان بهترین فوتبالیست دنیا است. درآمد هنگفت اون از قراردادهای باشگاهی و تبلیغاتی اون رو به یکی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان تبدیل کرده. شماره 3 تایگر وودز گلفباز آمریکایی با تسلط به ورزش گلف سالهاست که یکی از محبوب‌ترین ورزشکارای دنیا است. قراردادهای تبلیغاتی کلان و سرمایه‌گذاری‌های موفق اون رو به یکی از ثروتمندترین گلفبازهای تاریخ گلف تبدیل کرده. شماره 2 لبرون جیمز بسکتبالیست آمریکایی با استعداد فوق‌العاده و تاثیرگذاری در خارج از زمین یکی از محبوب‌ترین ورزشکارای دنیاه. قراردادهای تبلیغاتی کلان و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه اون رو به یکی از ثروتمندترین بسکتبالیست‌های تاریخ تبدیل کرده. و شماره 1 مایکل جردن اسطوره بسکتبال با بازی فوق‌العاده و شخصیت کاریزماتیک به یکی از محبوب‌ترین ورزشکاران تاریخ تبدیل شده. حتی بعد از بازنشستگیش اون همچنان یکی از تاثیرگذارترین و ثروتمندترین افراد دنیاست. خب دوستان، به پایان این سفر هیجان انگیز رسیدیم. دیدیم که ورزشکاران نه تنها با استعداد و تلاش بلکه با هوشمندی و سرمایه‌گذاری میتونن به ثروت هنگفتی دست پیدا بکنن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم فعال کنین تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.